و معروف کرخی گوید هیچ کس ندیدم که دنیا را خوارتر داشت از داوود، که جمله دنیا و اهل دنیا را در چشم او ذره مقداری نبود. درود به رادیو مزراچه خوش اومدین. این 12مین قسمت از سری برنامه‌های تذکرةالاولیاست. همونطور که قولشو داده بودیم در این قسمت قراره به شرح حال و احوال و زندگی داوود طایی بپردازیم. اگر به شنیدن این محتوا علاقه‌مند هستید ممنون میشم ما رو لایک کنید و در قسمت کامنت بنویسید تذکرةالاولیاء عطار. امیدوارم شنیدن حال و احوالات مشایخ صوفیه چراغی رو در دل و ذهنتون روشن کنه. با این مقدمه بریم و به رسم سابق ابتدا شرح زندگانی داوود طایی رو از زبان عطار نیشابوری به استناد کتاب تذکرةالاولیاء با هم بشنویم. آن شمع دانش و بینش، آن چراغ آفرینش، آن عامل طریقت، آن عالم حقیقت، آن مرد خدایی داوود طایی رحمت الله علیه. 20 سال ابوحنیفه را شاگردی کرده بود و فضیل و ابراهیم ادهم را دیده و پیر طریقت او حبیب رائی بود و از اول کار در اندرون او حزنی غالب بود و پیوسته از خلق رمیده بود و سبب توبه او این بود که نوحه‌گری این بیت می گفت: کدام موی و روی بود که در خاک ریخته نشد و کدام چشم است که در زمین ریخته نگشت. دردی عظیم از این معنی به وی فرود آمد و قراری از وی برفت. متحیر گشت و همچنین به درس امام ابوحنیفه رفت. امام او را بر این حال دید، گفت تو را چه بوده است؟ او واقعه باز گفت و گفت دلم از دنیا سرد شده است و چیزی در من پدید آمده است که راه بدان نمیدانم و در هیچ کتاب معنی آن نمییابم. امام گفت از خلق اعراض کن. داوود روی از خلق بگردانید و در خانه‌ای معتکف شد. چون مدتی برآمد امام ابوحنیفه پیش او رفت و گفت این کاری نباشد که در خانه متواری شوی و سخنی نگویی. کار آن باشد که در میان ائمه نشینی و سخن نامعلوم ایشان بشنوی و بر آن صبر کنی و هیچ نگویی و آنگاه آن مسائل را به ایشان دانی. داوود دانست که چنان است که او میگوید. 1 سال به درش آمد و میان ائمه بنشست و هیچ نگفت و هرچه میگفتند صبر میکرد و جواب نمیداد. چون 1 سال تمام شد گفت این صبر 1 ساله من کار 30 ساله بود که کردم. پس به حبیب رائی افتاد و گشایش او در این راه از او بود و مردانه پای در این راه نهاد و کتب را به آب فرو داد و عزلت گرفت و امید از خلق منقطع گردانید. داوود طایی با نام کامل ابوسلیمان داوود ابن نصیر طایی در کوفه متولد شد. سال دقیق تولدش مشخص نیست، اما سال درگذشتش رو 143 هجری نقل کردن. گویا مخارج زندگیش رو از طریق خرازی و مهره فروشی تأمین می‌کرده تا اینکه در میانه زندگیش همونطور که شنیدین تحولاتی درونش رخ میده که باعث میشه از اون به بعد مسیر زهد و انزوا رو پیش بگیره. از دنیا رو برمیگردونه و نزد امام ابوحنیفه میره. ابوحنیفه به داوود میگه مدتی از خلق دوری کن. داوود هم میپذیره. بعد از گذشت زمانی خلوت گزینی یه روز ابوحنیفه میره پیشش و بهش میگه این کار نیست که توی خونه متواری بشی و سخنی نگی. کار اونه که در میان ائمه بشینی و سخن نامعلومشون رو بشنوی و بر اون صبر کنی و هیچ چیزی نگی.
اون وقت این مسائل رو از اونا بهتر میدونی. اگر عمری باقی باشه در قسمت بعدی به شرح احوالات امام ابو حنیفه میپردازی. خب بعد از توصیه ابو حنیفه داوود قبول میکنه و 1 سال به این شیوه پیش میره، یعنی در محضر بزرگان حاضر میشه اما کلامی صحبت نمیکنه. بعد از گذراندن این دوران که به قول خودش اثری 30 ساله روی حیات عرفانیش داشته، نزد حبیب رائی میره و مدتی رو در محضرش میمونه. بعد از اون هر چی کتاب داشته رو به آب میریزه و به خلوت خودش برمیگرده و تا پایان عمرش به همین شیوه خلوت گزینی پیش میره. اصلاً تصوف داوود طایی مبتنی بر حزن و زهد و عزلت بوده. حزنش تا حدی بوده که اگر یه زمانی رو شاد بوده دیگران تعجب میکردن از این شادیش. نقل‌های زیادی مبنی بر این موارد در کتاب تذکرةالاولیا اومده که چند تاشو با هم میشنویم. نقل است که دائم اندوهگین بودی، چون شب در آمدی گفتی الهی اندوه توام بر تمام اندوه ها غلبه کرد و خواب از من ببرد. و دیگر وقتی درویشی گفت به پیش داوود رفتم، او را خندان یافتم، تعجب داشتم، گفتم یا ابا سلیمان این خوشدلی از چیست؟ گفت سحرگاه مرا شرابی دادند که آن را شراب انس گویند. امروز عید کردم و شادی پیش گرفتم. ابو ربیع گوید که داوود را گفتم مرا وصیتی کن. گفت از دنیا روزه گیر و مرگ را عید ساز و از مردمان بگریز، چنان که از شیر درنده گریزند. یکی دیگر وصیت خواست. گفت زبان نگهدار. گفت زیادت کن. گفت تنها باش از خلق و اگر توانی دل از ایشان ببر. سعدی شیرازی در کتاب بوستان حکایت زیبایی رو از داوود طایی نقل میکنه. داستان از این قراره که یه روز یه صوفی میره پیش داوود طایی و از یه صوفی دیگه بدگویی میکنه. میگه که اونو دیده مست یه گوشه افتاده، لباساش پاره و پوره است و گروهی از سگ‌ها هم دورش حلقه زدن. داوود از شنیدن این ماجرا چهرش میره تو هم و میگه تو این حال و اوضاعست که آدما به هم نیاز دارن. برو و از این وضعیت درش بیار. شخص شنونده از این حرف ناراحت میشه، چون اگه میرفت و اون صوفی مست رو به دوش میکشید تا ببره خونش، آبروش توی شهر میرفت. اما خب از طرفی هم جرأت نمیکرد که از حرف داوود سرپیچی کنه. بالاخره چاره‌ای جز انجام این کار نمیبینه. میره و صوفی رو پیدا میکنه و بر دوشش میگیره و به سمت خونش حرکت میکنه. تو مسیر مردم که این صحنه رو میدیدن، اینکه یه صوفی مست دیگر رو به دوش گرفته و داره میبره، شروع کردن به پچ پچ و طعنه زدن که نگاه کن مثلا اینا صوفیان. خلاصه مردم سرزنش میکردن تا اینکه بالاخره این فرد اون صوفی مست رو به خونش میرسونه. در ادامه سعدی اینطور روایت میکنه: بلا دید و روزی به محنت گذاشت، به ناکام بردش به جایی که داشت. شب از فکرت و نامرادی نخفت، دگر روز پیرش به تعلیم گفت. مریز آبروی برادر به کوی، که دهرت نریزد به شهر آبروی. داوود تا پایان عمر خودش جز برای اقامه نماز از خونه بیرون نرفت و حتی همسری هم اختیار نکرد. بعضی میگن این سبک زندگیش واکنشی بود در برابر فسادهای اخلاقی جامعه. از اونجایی که داوود به خلفای عباسی هم دورش هم بی‌اعتنا بود و هم نشینی با اونا رو موجب نقصان در دین میدونست و هیچ گونه هدیه‌ای رو ازشون قبول نمیکرد. فقط یک بار به اصرار مادرش هارون الرشید رو به حضور پذیرفت و موعظه کرد. این قسمت رو با هم از زبان عطار بشنویم. نقل است که هارون الرشید از ابو یوسف درخواست که مرا در پیش داوود بر تا زیارت کنم. ابو یوسف به در خانه داوود آمد، بار نیافت. از مادر او درخواست تا شفاعت کرد که او را راه دهد.
قبول نمی کرد و گفت مرا با اهل دنیا و ظالمان چه کار؟ مادر گفت به حق شیر من که راه دهی. داوود گفت الهی تو فرموده ای که حق مادر نگاه دار که رضای من در رضای اوست و اگر نه مرا با ایشان چه کار؟ پس بار داد. در آمدند و بنشستند. داوود وعظ آغاز کرد. هارون بسیار بگریست. چون بازگشت مهری زر بنهاد و گفت حلال است. داوود گفت بردار که مرا بدین حاجت نیست. من خانه‌ای فروختم از میراث حلال و آن را نفقه می کنم. از حق تعالی درخواستم چون آن نفقه تمام شود جانم بستاند تا مرا به کسی احتیاج نبود. امید دارم که دعا اجابت کرده باشد. پس هر دو بازگشتند. ابو یوسف از وکیل خرج او پرسید. نفقات داوود چند مانده است؟ گفت 2 درم و هر روز دانگی سیم خرج کردی. حساب کرد تا روز آخر ابو یوسف پشت به محراب باز داده بود. گفت امروز داوود وفات کرده است. نگاه کردند همچنان بود. گفتند چگونه دانستی؟ گفت از نفقه او حساب کردم که امروز هیچ نمانده است. دانستم که دعای او مستجاب باشد. داوود طایی روزای آخر عمرش در دهلیز خونه‌ای که دیگه کاملا خراب شده بود در جایی بسیار گرم سرش رو روی یک خشت گذاشته بود و قرآن میخوند. روایت آخرین شب زندگیش و همینطور وفاتش رو از کتاب تذکرة الاولیا بشنویم. و از مادرش حال وفات او پرسیدند. گفت همه شب نماز همی کرد. آخر شب سر به سجده نهاده و بر نداشت تا مرا دل مشغول شد. گفتم ای پسر وقت نماز است. چون نگاه کردم وفات کرده بود. داوود وصیت کرده بود که مرا در پس دیواری دفن کنید تا کسی پیش روی من نگذرد. چنان کردند و امروز همچنان است. و آن شب که از دنیا برفت از آسمان آواز آمد که ای اهل زمین داوود طایی به حق رسید و حق سبحانه و تعالی از وی راضی است. بعد از آن به خوابش دیدند که داوود در هوا می پرید و می گفت این ساعت از زندان خلاص یافتم. آن شخص بیامد تا خواب او بگوید وفات کرده بود و از پس مرگ او از آسمان آوازی آمد که داوود به مقصود رسید. رحمت الله علیه. بسیار خوب، اینم از 12مین قسمت از سری برنامه‌های تذکرة الاولیا. امیدوارم که روزگار بر وقف مرادتون بگرده. متشکرم که تا انتها همراه ما بودید. تا درودی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.